امروز با همراهی شمایان از فقه میسر، فقه آسان بیان که گروهی از علما این کتاب را جمع آوری و نوشته کردگیان، از این کتاب با همراهی شمایان باب 8 قرار گرفتیم که باب 8 در بیان تیمم، چگونه باید انسان تیمم نماید. درباره تیمم که در مسئله تیمم یک چند نقطه های است که این را با توفیق الله سبحانه و تعالی تلاش می‌نماییم که به سمع شمایان برسانیم. اولا تیمم چی معنا دارد؟ تیمم در لغت به معنای قصد کردن را میگویند، اما در شریعت باشد تیمم هو المسح الوجه والیدین بالصعید طیب. میفرماید تیمم در شریعت این مسح کشیدن روی و دستها با خاکی پاک، صعید طیب خاکی پاک را میگویند، علی وجه المخصوص تعبدا لله تعالی. پس انا همین تیمم در شریعت مسح کشیدن چهره و دستان با طرز معینی که همچون عبادت از برای الله سبحانه و تعالی انجام میگیرد است. این تیمم در لغت و در شریعت. مسئله اول که گفتیم ما در باب تیمم یک چند مسئله های است. مسئله اول حکم تیمم و دلیل مشروعیته. حکم تیمم گرفتن و دلیل مشروعیت آن، یعنی دلیل جایز بودن تیمم نمودن. میفرماید که التیمم مشروع و هو رخصت من الله تعالی لعباده. تیمم این مشروع است، یعنی که قانونی است، جایز است و آن یک رخصت است و سبوکی است از جانب یا که طرف الله سبحانه و تعالی برای بندگانش و این از جمال و زیبایی های و نیکویی های این شریعت مبارک است و این یکی از نیکویی های این شریعت است و این یکی از خصوصیت های این امت محمدی صلی الله علیه و سلم است. و دلیل آن، یکی دلیل بر تیمم گرفتن، قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید که در سوره مائده ما در باب وضو الکی این را برای شما بیان کرده بودیم که در این آیه کریمه سوره مائده آیه 6 بیشتری از مسئله ها فرایض غسل نمودن، شرایط آن، طهارت گرفتن شرایط آن و تیمم نمودن و شرایط آن را برای ما الله سبحانه و تعالی بیان می‌نماید. الله می‌فرماید که استعیذ بالله یا ایها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق. در اول آیات الله سبحانه و تعالی خطاب به سری مؤمنان می‌نماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت امر پروردگار بپرهیزید و هنگامی که به سوی نماز برخستید فاغسلوا وجوهکم، رویهای خود را بشویید و دستان خود را تا آرنج هم بشویید، و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، و رویهای خود را بشویید و سر خود را مسح بکشید تا پایهای خود را بشویید تا بجلک. و در ادامه چی فرمود؟ و این کنتم جنبا فطهروا، اگر شما در حالت جنابت قرار دارید پس غسل نمایید که مسائل غسل الکی بیان کردیم. و این کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. در ادامه چی فرمود؟ اگر شما بیمار باشید یا در سفر باشید یا که از کسی از شما اگر از قضای حاجت از حاجت خانه برآمد یا با زنان خود آمیزش کردید، دامه چی؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر در این حالتی که بیان کرده شد شما آب پیدا نکردید پس با خاکی پاکیزه شما تیمم بگیرید. مسائلی که ما امروز با همراه شما در صحبت هستیم، تیمم بگیرید. الله فرموده و امسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. پس چگونه؟ الله فرمود باز که شما بر این خاک یک پنجه در زمین زده، در این خاک زده چهرهای خود را بشکید، سپس دستان خود را تا بجلکی رو بیان میکنیم. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. و الله سبحانه و تعالی ای بندگان برای شما سختی را نمیخواهد، مشقت را برای شما نمیخواهد، ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. ولیکن الله سبحانه و تعالی میخواد بر این نعمت شما را پاکیزه نماید و نعمت خود را بر شما کامل نماید، باشد که از جمله بندگان سپاسگزار و شکرگزار قرار بگیرید. این است آیاتی که چگونه که بیان کردیم بیانی غسل، وضو و تیمم را با شکل مختصر بیان کرده است. اما دلیل از سنت در بیان اینکه تیمم مشروع و جایز است حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است. این حدیث را ابی داود و دیگران روایت نمودند، فرمودند که الصعید الطیب کافی
فیک، نیک خاکی پاک، سعید طیب خاکی پاک رو میگویند، برای تو بسنده است. و این لم تجد الماء 10 حجج، اگرچه 10 سال هم آب نیابی، اگرچه 10 سال هم آب نیابی، اما وقتی که آب یافتی پس آن را بر بدنت بر پوستت برسان گفتند. و همچنین در حدیث دیگری که روایت بخاری و مسلم است فرمودند صلی الله علیه و سلم جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من به واسطه طهارت یعنی طهور پاکیزه گردانده شد و مسجد قرار داده شد. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، یعنی که تمام زمین هر جایی که باشد برای من پاکیزه قرار داده شد و مسجد قرار داده شد، هر جا که باشی تو نماز میگذاری. اما دلیل اجماع یعنی اتفاق علماها بر اینکه تیمم هنگامی که آب پیدا نشد و غیر شرایط جایز و روا میگردد، اهل علم اتفاق نظر دارند، اجماع یعنی اتفاق نظر دارند که تیمم وقت شرایط آن مهیا بگردد برای انسان جایز و مشروع میگردد و آن جای وقوع مقامی آب را میگیرد که اصل انسان باید با آب خود را پاکیزه نماید، اما هنگامی که آب پیدا نشد در این حالت قای مقام آن را خاک تیمم قرار میگیرد. و تیمم انجام دادن عملهای مثل نماز، طواف، در اطراف کعبه دروازه طواف میگویند، قرائت قرآن و امثال آن نیز جایز میگردد با این تیمم. خلاصه در اینجا ما در بیان مشروعیت یعنی جایز بودن تیمم با 3 اساس حاضر صحبت کردیم. یکم با قرآن دلیل آن را سوره مائده گرفتیم، دوم سنت بعضی از احادیث از رسول الله آوردیم که روایت بخاری و مسلم و ابی داود، و همچنین اجماع اتفاق علما را ذکر و یادآوری کردیم. سپس بعد این مؤلف میفرماید که شرایط درستی بودن تیمم، مسئله دیگری که در اینجا ما میخواهیم یادآوری نماییم این مسئله های ضروری است، یک از مسئله های مهم است. یعنی که میفرماید که شروط تیمم و الاسباب مبیحه له، شرط های تیمم گذاشتن، تیمم نمودن و سبب هایی که تیمم کردن برای انسان جایز و روا میشمارد. اولا شرایط درستی بودن تیمم، یکم نیت، قصدی برپا نمودن، نماز نمودن که نیت خود معنیش قصد است، قصد نمودن که با زبان و گفتنش که بارها تکرار کردیم این جایز و روا نیست. در هر نماز، در هر کار نیت شرط است، در تمام نوع‌های عبادت ها، زیرا تیمم هم این چیز یک نوع عبادت است که انسان با واسطه آن نماز، روزه، نماز و دیگر عملها را انجام می‌دهد. پس دوم اسلام، تیمم از شخص کافر درست نمیگردد، زیرا عبادت کافر مردود است، قبول نمی‌شود تا آن دمی که اسلام بیارد. و سوم عقل، از دیوانه یا که شخصی بیهوش هم درست نمیگردد. چهارم تمییز، قابلیت فرق داشته باشد، کودکی که قابلیت فرق داشته باشد، از کودکی که سینش به 7 ساله با پایانتر از آن رسیده باشد که خوب دیگر درک میکند. بارک الله فیکم. پنجم موجود بودن امکانیت استفاده بودن آب. اگر امکانیت استفاده بودن آب اگر برای انسان پیدا شد، برای انسان در این حالت جایز نمیگردد که تیمم نماید. نبودن آب دلیل آن الله چی فرمود در این آیه کریمه که ما خوندیم؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. و اگر آب نیافتید، گفت الله سبحانه و تعالی، اگر شما آب پیدا نکردید پس تیمم بگیرید با خاک پاکیزه، با خاک پاکیزه تیمم بگیرید. و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که فرمود ان الصعید الطیب طهور المسلم ان لم یجد الماء 10 سنین، خاک پاک برای شخص مسلمان بسنده است و پاک کننده است اگرچه 10 سال هم آب نیافت، اگرچه 10 سال هم آب نیافت. وقتی که آب یافت گفتن فاذا وجد الماء، اگر که آب پیدا شد یا که آب یافت، فلیمسه بشرته فان ذلك خیر، پس آب را بر چهره خود برسانه که با آب طهارت بگیرد، این زیرا این برای انسان بهتر و نیکتر است. الله خیرتان دهد. اما حالت دیگر، ضرر داشتن استفاده بردن آب. اگر آب برای انسان ضرر آور باشد، آب برای انسان ضرر برساند، به مثل اینکه شخص بیمار باشد و نمیتواند با آب طهارت بگیرد، اگر با آب طهارت نماید بیماریش وزن‌تر میشود یا سبب هلاک او میگردد، در این حالت برای انسان جایز و روا میگردد که تیمم نماید. الله چی فرمود در این آیه کریمه؟ و این کنتم مرضی، اگر شما در حالت بیماری باشید برای شما جواز است که شما طهارت بگیرید، یعنی که تیمم بگیرید. و همچنین در حدیثی مشهور آن مردی که در سرش مجروح داشت، بیماری داشت، وقتی که او از صحابگان کرام فتوا پرسید که آیا برای من جایز است که من تیمم نمایم، گفتن نه، تو باید طهارت بگیری، تو باید غسل نمایی. در حال جنابت قرار داشت و سردی خنکی بود و وای طهارت گرفتن، غسل کردن به هلاکت رسیدن. و هنگامی که این خبر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید چی گفتن؟ گفتن قتلوه قتلهم الله، و اینا گفتن آن را کشتند، الله آنها را بکشد. هل سالوا اذا لم يعلموا، گفتن چرا نپرسیدند وقتی که نمیدونستند؟ انما شفاء العی السؤال، به درستی که شفای نادانی این پرسیدن است.
است. و درسته که شفای نادانی این پرسیدن است. یا خیلی مسئله های مهمی رو تاکید می‌نماید در این حدیث. گفت الله بکشد اینها را که اینا را کشتن، که بدون علم فتوا دادن. چرا نپرسیدن در حالی که نمیدونستند؟ از این برمیاد که اگر انسان چیزی رو نفهمد نداند، نباید بدون علم فتوا بدهد. باید احتیاط نماید، از اهل علم بپرسد، از دانشمندان سوال کند. و در دامش فرمان انما الشفاء العی السؤال، البته شفای نادانی این پرسیدن است. پس از این حدیث برمیاد که اگر بر اساس سردی شدید، خنکی شدید برای انسان پیش آید، استفاده آب خطر جانی او داشته باشد، برای انسان جایز میگردد که تیمم نماید. و همچنین حدیث عمرو ابن عاص رضی الله عنه که فرمودند احتلمت فی لیله باریده شدیده البرد، من میگه شب از شبهای سردی احتلام شدم، غسل بر من واجب گشت. فاشفقت ان ان اغتسلت ان اهلك، من میگه که ترسیدم که اگر غسل نمایم به هلاکت میرسم. فتیممت و صلیت باصحابی صلاه الصبح، پس تیمم گرفتم و نماز صبح را با همون دوستانم خواندم. یعنی که عمرو ابن عاص در یک از غزوه ها قرار داشتن، رسول الله را فرستنده بودند و به حیث یک سرلشکر، سردار، راهبر. در آن شب خنک سردی احتلام شدند و تیمم کردن، نماز را خواندند و این خبر به رسول الله صلی الله علیه و البته که رسید و رسول الله اون را رد نکردند. پس مسئله دیگر، اگر خاک نباشد چی باید کرد؟ هنگامی که انسان از برای تیمم گرفتن خاک پیدا نکرد، پس در این حالت خاک یا چیزی که قائم مقام خاک را میگیرد برای تیمم موافقتی نماید جایز می شود. اصل باید خاک باشد و این خاک آلوده به یگام نجاست نباشد. مثلا خاکی که در بالایش پیشاب کرده شده باشد این جایز نمیگردد. خاک باید خاکی تازه باشد، خاکی پاکیزه باشد. چون الله چی فرمود در این آیه کریمه؟ فتیمموا صعیدا طیبا، چی گفتن؟ خاکی پاکیزه، با خاک پاکیزه طهارت بگیرید، با تیمم نمایید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، و چی فرمودن؟ تیمم نمایید با خاک پاکیزه و بر خود محض بکشید. فامسحوا بوجوهکم، بر چهره های خود و دستان خود محض بکشید گفتن. و حدیث ابن عباس در این سعید گفتن تراب الحرث، سعید چی معنی دارد؟ خاکی که از کشزار است، خاک پاکیزه که از کشزار است، از زیراتکار است. برای همین علما فرمودن که در اصل از برای تیمم باید خاک پاکیزه که از کشزار است، خاک زمین انا همین باشد. اگر این پیدا نشد، خاک پیدا نشد، میتواند از گرد یا که سنگ یا که ریگ، هر چیزی که در بالای وای خاک می‌نشیند، چون از اصل همین گرد و چنگ از خاک تولید میشود، پیدا میشود. چون الله میفرماید که فتقوا الله ما استطعتم، از الله قدری تواناییتون بترسید، از الله سبحانه و تعالی قدری تواناییتون بترسید. پس انسان تلاشش نمود و تلاش کرد، به همین درجه رسید. برای انسان در این حالت چی از جایز ورا میگردد. الرمل من الصعیدی، و در دیگر حدیث گفتن که ریگ نیز از جنسی سعید، جنسی خاک است، از جنس خاک است. این بود مسئله دوم. اما مسئله سوم که در اینجا در این کتاب میپردازد، مبطلات التیمم، باطل کننده های تیمم. چی چیزها تیمم را باطل میسازد؟ هی اشیاء التي تفسده و مبطلاته ثلاثه. میفرماید این چیزهایی است که تیمم را باطل میگرداند، تیمم را به اعتبار میسازد. و باطل کننده های تیمم سه چیز هستند. اول یبطل التیمم من حدث الاصغر که مبطلات وضو. میگه حدث اصغر. حدث اصغر چی بود؟ کی میگوید؟ ما در باب طهارت صحبت کردیم. کی میگه حدث اصغر چی بود؟ یا اون کس میدوند؟ حدث اصغر هیچ کس نمیدوند. یعنی که در درس‌های گذشته خاطر ما هیچ کس قرار نداشت، هیچ کس درس‌های گذشته را گوش نکرده است. حدث اصغر چی است؟ متاسفم هیچ کس جواب نمیدهد. حدث اصغر به وضوئی گفتیم، به وضوئی. حدث اصغر به وضوئی، حادثه خرد. ما حدث اصغر صحبت کردیم در درس گذشته، حدث اکبر صحبت کردیم. حدث اصغر به وضوئی را گفتیم، حدث اکبر جنابت را گفتیم. غسل جنابت را در بر میگیرد. پس باطل کننده های تیمم، یک از باطل کننده های تیمم اگر هر چه که از پیش پس میبراید یا که هر چه که غسل جنابت برای انسان واجب میگردد، در این حالت چی میشود؟ در این حالت تیمم انسان میشکند، باطل میشود. یعنی خلاصه کلام هر چیزی که غسل رو واجب میگرداند و هر چیزی که از دو مخرج میبراید، این سبب باطل شدن تیمم انسان میگردد. مثلا اگر شخص حدث خرد، خروج پیشاب یا که نجاست یا که باد از او برآمد، تیمم انسان باطل شد. اگر پیشاب کرد یا قضای حاجت کرد، تیمم باطل شد، زیرا تیمم جایگزین وضو است و حکم وضو بر بالای هم صادر میشود. اگر هر چه که وضو رو میشکند و تیمم رو باطل میسازد. و همین طور بدونید برادران و خواهران گرامی که اگر کسی از حدث بزرگ، جنابت، حیض و نفاس در این گرفتار شد، پس تیمم انسان هم در این حالت باطل میشود، باطل میگردد. الله خیرتون دهد. این قسمت اول بود از باطل کننده های تیمم. دوم میفرماید که وجود الماء، پیدا شدن آب. در اصل یکی از سبب های اساسی تیمم گرفتن این چی بود؟ این نبودن آب بود. یکی از سبب ها نبودن آب بود. مادامی که آب پیدا شد، تیمم انسان باطل میگردد. خیلی یعنی انسان از تیمم گرفت، آب پیدا نکرد، تیمم گرفت،
گرفت و خواست با این نماز بخواند. در بالای جای نماز برآمد که آب پیدا شد یا که برای خبر پیدا شدن آب رسید. در این حالت تیمم انسان باطل می شود. رفته تیمم گرفته سپس نماز را میگذارد. فهمو؟ و دلیل آن حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که فرمود فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك. وقتی که آب را پیدا کردی گفتن چیکار نمو؟ آن را بر خود برسان، بر پوست خود، بر چهره خود برسان که تیمم بگیر. این مسئله دوم از باطل کننده های تیمم. زوال العذر الذي من اجله شرع التیمم. مسئله سوم چیز دیگری تیمم را یا که سبب باطل شدن تیمم میگردد. میفرماید از بین رفتن عذری که به خاطر آن تیمم کرده بودی. مثلا شخص بیمار بود و از آب ترس داشت که او را بیماریش رو وزن‌تر میگرداند یا اینکه وی را سبب هلاکتش میگردد. پس شفا یافت. بیماریش سبک شد. در این حالت تیمم انسان از بین میرود. یعنی برای انسان دیگه جایز نمیگردد که تیمم نماید. باید وضو بگیرد. اکنون مسئله چهارمی که ما از صحبت نمی این صفت تیمم. باید چگونه تیمم گرفت، طرز اجرای تیمم و چی طور تیمم کرده شود. اولا که بیان کردم در اول کتاب نیت کردن که نیت این به معنای قصد است که برای عبادت مثل نماز تیمم میگیری، محل آن قلب است. سپس بسم الله میگویی و سپس هر دو دستان خود را بر همون زمینی که خاک است در همونجا میزنی، یک ضربه میزنی. خاک باشد، سنگ باشد و غیره، دیوار باشد، در همونجا اثر خاک دیده شود، یک ضربه میزنی. با همین ضربه زدگی اول روی ها رو مس میکشیم، چون که روی ها رو میشویی، روی ها رو مس میکشیم. سپس دستان را تا همین پنجه های دست و همین دستان را تا همین بجولک رسخ میگویند تا بجولک ها ما میشکیم. و دلیل آن حدیث عمار ابن یاسر است. دلیل این گفته ها حدیث عمار ابن یاسر است که فرمودند التیمم ضربه للوجه والکفین. تیمم این یک ضربه با دستان بر زمین و بر روی ها شکیدن است. و همچنین از حدیثی که عمار نقل میکند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که به من فرمودند، بر من گفتند انما کان یکفیک ان تصنع هکذا. تو را گفت که کافی بود که انا همین گونه انجام بدی. یعنی که رسول الله بر عمار طرز درست تیمم گرفتن را نشان دادند و گفتند که برایت بسنده است که انا همین گونه تو انجام بدی. پس با دستانش یک ضربه به زمین زدند رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد آنها را تکان دادند، خاکش را دور کردند، یگام سنگری یگام چیزی باشه دور کردند از دستان خود، از کفن دست خود. سپس بر چهره خود ماسک کشیدند و سپس با هر دستان خود با تا بند دست تا همه بجوله. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردگی هستند. بارک الله فیکم. این بود خلاصه مسئله تیمم.